با نام و یاد خداوند. با درود خدمت دوستان گرامی. تو این جلسه نسبتا کوتاه میخوایم در مورد مفهوم قابلیت اطمینان در سیستم های سری و سیستم های موازی صحبت بکنیم. همونطور که میدونید مفهوم قابلیت اطمینان یا reliability به این معنی است که حالا معمولا در مهندسی و علوم سیستم ها اینجوری معنیش میکنن که احتمال این که یک سیستم یا قطعه یا تجهیز یا دستگاه تحت شرایط عملیاتی مشخص در بازه زمانی معینی بدون شکست وظیفه تعریف شده خودش رو انجام بده. خب این مفهومیه که از قابلیت اطمینان ما میدونیم. معمولا در حالا طراحی سیستم، حالا از منظری میشه گفت که ما سیستم ها رو میتونیم به دو دسته حالا سری یا موازی همونطور که گفتم از لحاظ طراحی تقسیم بندی بکنیم، که البته دسته سوم میتونه وجود داشته باشه که ترکیبی از این دوست، یعنی یک سیستمی که داخلش اجزایی وجود داشته باشه که اونها خودشون به صورت سری تعبیه شدن، یه سری هم به صورت موازی تعبیه شدن و با هم اون سیستم کلی رو دارن تشکیل میدن. خب حالا در مرحله اول حالا بریم سراغ سیستم های سری یا سیستم های سری یا سریز. سیستم های سری چگونه هست؟ اگر ما یک سیستم کلی داشته باشیم، فرض کنید حالا به این شکل ساده‌ای که من ترسیم میکنم یک ورودی هایی وجود داره یا به عبارت اینپوت ها و یک سری آوتپوت یا خروجی وجود داره. خب یه سیستمی داریم، یه سری ورودی واردش میشه و یه سری هم نتایج خروجی هایی هستش که ازش خارج میشه. حالا داخل این سیستم اگر در واقع اجزایی وجود داشته باشه که اینها به صورت سری با هم در واقع قرار گرفتن در داخل سیستم، به صورت سری قرار گرفتن یعنی چی؟ یعنی مثلا یک سیستم اولی وجود داره حالا به اسم سیستم یک، بعد سیستم بعدی در ادامهش وجود داره سیستم دو و به همین ترتیب فرض کنید که مثلا n تا سیستم وجود داشته باشه که اینها به صورت سری با هم قرار گرفتن و دارن این سیستم کلی رو تشکیل میدن. خب این سیستم سری چه ویژگی داره؟ ویژگی اصلیش این هستش که این سیستم کلی زمانی کار میکنه، این هم ورودی ها و خروجی هاش باشه، تا زمانی کار میکنه که همه اجزاش، یعنی از سیستم زیر سیستم یک گرفته دو گرفته تا n، اینها به خوبی به وظایف خودشون عمل بکنن. هر کدوم از اینها اگر دچار اختلال بشوند این سیستم کار نخواهد کرد. خب از طرفی هم ما میدونیم که وقتی خب از قابلیت اطمینان صحبت میکنیم داریم در واقع در مورد مفهوم احتمال صحبت میکنیم دیگه. احتمال این که یک سیستمی تحت شرایط عملیاتی مشخص، همون تعریفی که در ابتدای جلسه کردم، توی بازه زمانی مشخص بدون شکست وظیفه تعریف شدهش رو انجام بده. پس اگر من بخوام در مورد قابلیت اطمینان کلی یک سیستم سری صحبت بکنم، باید بیام قابلیت اطمینان تک تک اجزاش رو محاسبه بکنم و اونها رو به طوری ترکیب بکنم که اون مفهوم سری بودن رو نشون بده دیگه. اگر فرض کنید اگر سیستم یک من قابلیت اطمینانش رو با R1 نشون بدم، سیستم دو رو هم با R2 نشون بدم قابلیت اطمینانش رو، به همین ترتیب تا سیستم N RN، اگه این N تا احتمال رو در هم ضرب بکنم اینها در واقع میشن چی؟ قابلیت اطمینان سیستم سری، که اینجوری معمولا حالا به صورت ریاضی نشونش میدیم، میگیم آی از 1 تا N آره آی تی دیگه. حالا تی همون زمانی هستش که
در واقع اون سیستم ها قراره کار بکنن دیگه. در اون تو اون بازه قراره ما در مورد قابلیت اطمینانش رو صحبت بکنیم که البته اینجا زیاد مسئله ما نیستن. به صورت کلی داریم در مورد قابلیت اطمینان صحبت می‌کنیم. فقط زمان رو فعلا دخالت نمیدیم که حالا این شکلی هم نشونش میده. این اس هم بیانگر همون کلمه سری هستش دیگه، یا سریز. در واقع ما یک n تا میشه گفت پیش آمد داریم. حالا از لحاظ با ادبیات احتمال بخوایم در موردش صحبت بکنیم، n تا پیش آمد داریم که اگر این پیش آمد اتفاق بیفته، یعنی همون کار کردن این سیستم ها، هر کدوم از این سیستم ها که پیش آمدهای مورد نظر ما هست، همزمان اتفاق بیفته، اون سیستم سری ما کار خواهد کرد. حالا بخوایم مثل ادبیات آمار و احتمال هم در واقع در موردش صحبت بکنیم، اون سیستم های به قول معروف سری، حالا اگر من دو تا سیستم رو در نظر بگیرم، فرض کنید یه سیستم کلی داریم که از دو تا سیستم به این شکل، سیستم یک و سیستم دو تشکیل شده. اگر من میخوام قابلیت اطمینان سیستم کلی رو که در واقع تشکیل شده از این دو تا زیر سیستم هست رو به دست بیارم، میتونم بنویسم R مساوی هستش با R1 ضرب در R2. به همین راحتی قابلیت اطمینان این سیستم کلی رو به دست میارم. اما همونطور که گفتیم در واقع R1 چیه؟ یک احتمالی است مبنی بر این که میشه گفت که سیستم یک کار بکنه. حالا من اسمشو بذارم مثلا S1، زیر سیستم یک در واقع. و R2 هم در واقع چیه؟ احتمال این که زیر سیستم دو کار بکنه. اینها در هم ضرب میشن. حالا چرا در هم باید ضرب بشن؟ گفتیم سیستم سری کلا وقتی کار میکنه که همه زیر در واقع اجزاش یا زیر سیستماش کار بکنن دیگه. این مفهوم در احتمال همون مفهوم اشتراک هستش دیگه. وقتی در واقع ما در مورد پیش آمدهایی صحبت میکنیم که قرار همزمان اتفاق بیفتن، که اینجا میشه در واقع کار کردن همه زیر سیستم های موجود، در واقع ما داریم انگار اشتراک بین اینها رو به دست میاریم. یعنی داریم میگیم که پی S1 اشتراک S2 چی میشه. حالا با توجه به این که خراب شدن یا کار کردن S1 به تنهایی یا خراب شدن یا کار کردن S2 به تنهایی کاملا مستقل از دیگر اجزاست، ما طبق در واقع قضیه‌ای که در علم احتمال داریم میگیم وقتی دو تا پیش آمد مستقل از یکدیگر باشند، اون وقت احتمال پیش آمد اشتراکشون، یعنی این که هر دوشون همزمان اتفاق بیفتن، میشه حاصل ضرب پیش آمدهای هر کدوم به صورت جداگانه. پس این برابر است با پی S1 در پی S2. حالا با توجه به اینکه همون پی S1 رو R1 تعریف کردیم، پی S2 رو هم R2 تعریف کردیم، خب این فرموله به این ترتیب حاصل شده. اما در مورد سیستم های موازی یا پارالل، خب سیستم موازی چه شکلیه؟ سیستم موازی رو میشه این شکلی ترسیم کرد. اگه n تا سیستم موازی داشته باشیم، این در واقع ورودی باشه، اینجا مثلا حالا خیلی مهم نیست، فقط شکلش رو درک بکنیم. خب این اگه مثلا سیستم از سیستم اول ما باشه، این 2 باشه تا n، این هم که ورودی به سیستم کلی هست و این هم
که خروجی هستش دیگه، خروجی ورودی یا همون اینپوت ها و آوتپوت ها. خب مهمترین مشخصه یا در واقع بگیم همون مشخصه پارالل سیستم ها یا سیستم های موازی این هستش که اون سیستم کلی یا سیستم اصلی که متشکل است از سیستم ها، زیر سیستم هایی که اونها به صورت موازی داخلش تعبیه شدن، اون سیستم اصلیه تا زمانی که حداقل یکی از این n تا زیر سیستم کار بکنن اون کار میکنه، برخلاف سیستم سری که باید همشون حتما کار میکردن که سیستم اصلی یا سیستم کلی کار بکنه. اینجا حداقل با یک سیستم میشه در واقع کل سیستم رو سرپا نگه داشت. قابلیت اطمینان سیستم های موازی رو هم میشه در واقع اینجوری به دست میارن. RP همون نشون دهنده کلمه پارالل هست، یک منهای علامت ضرب آی از 1 تا n، یک منهای RI T در واقع اگر مثلا دو تا سیستم موازی داشته باشیم به این شکل، یه ورودی این شکلی داشته باشیم و این ورودی باشه این خروجی، حالا این هم یک باشه این هم سیستم دو، در واقع آر این سیستم کلی متشکل از دو تا سیستم که زیر سیستم که صورت موازی تعبیه شدن میشه یک منهای R1 در یک منهای R2. خب اینجا هم حالا طبق تعریفی که از سیستم موازی ارائه دادیم، سیستم کلی که متشکل از زیر سیستم هایی که به صورت موازی تعبیه شدن زمانی کار خواهد کرد اگه احتمال کار کردن یک رو بذاریم PS1 و کار کردن دو رو هم بذاریم PS2، در واقع زمانی کار خواهند کرد که یا یک کار کنه یا دو کار کنه. این در احتمال مفهومش چیه؟ PS1 اجتماع S2. خب این رو هم باز میدونیم که در واقع احتمالات، علم احتمالات میان این شکلی می‌نویسن. PS1 اجتماع S2 رو می‌نویسن PS1 به اضافه PS2 منهای PS1 اشتراک S2. و از اونجایی هم که میدونیم و قبلا هم اشاره کردیم که S1 و S2 میتونن پیش آمدهای مستقل از هم باشن، چون کار کردن یا کار نکردن هر کدوم از این زیر سیستم ها به صورت جداگانه مستقل از دیگری است. این رو ما میتونیم بنویسیم کلا، پس میتونیم بنویسیم PS1 به اضافه PS2 منهای PS1 ضرب در PS2، چون S1 و S2 مستقل هستن از هم. خب اینها رو هم اگر جاگذاری بکنیم به این شکل که PS1 رو که گفتیم همون R1 قابلیت اطمینان سیستم اول به اضافه قابلیت اطمینان سیستم دوم منهای R1 ضرب در R2 مساویه. قاعدتا این چیزی که الان داریم به دست میاریم باید مساوی با این عبارته باشه دیگه، چون گفتیم که قابلیت اطمینان سیستم های موازی به این شکل خواهد بود. خب این رو میتونیم به این شکل بنویسیم، فقط این که باید یک سری دستکاری های در سیستم انجام بدیم، در واقع در این نوشتار انجام بدیم. اگه بیایم یک به اضافه و کم بکنیم میشه چی؟ دوباره میشه به اضافه R1 به اضافه R2 منهای R1 ضرب در R2. از اون طرف هم حالا بیایم از یک رو بنویسیم و از این منفی یک فاکتور بگیریم. در این صورت یک خواهیم داشت
یه منفی R1 خواهیم داشت، یه منفی R2 خواهیم داشت و یه دونه R1 به اضافه R2. این عبارت الان دقیقا قابل تبدیل به این عبارت اینجاست. حالا چجوری؟ من اگه این ضربه رو انجام بدم این میشه چی؟ یک منهای اون ضربه رو اگه انجام بدم میشه یک منهای R2 منهای R1 به اضافه R1 R2 که اگر دقت بکنید میبینید که این عبارت و این عبارت با هم یکی شده. این حالا صرفا مثل این نوشتم که بدونیم که این فرمولی هم که به دست اومده در واقع همون حاصل همون استفاده از در واقع عملیات محاسباتی مربوط به احتمالات هستش. خب حالا که دقیقا فهمیدیم که برای محاسبه قابلیت اطمینان سیستم های سری و موازی چه باید بکنیم، میتونیم الان یکی دو تا مثال در واقع نسبتا ساده هم حل بکنیم. ما حتی در مورد خاستگاه این فرمول هم صحبت کردیم که یعنی چجوری اینا حاصل شدن. حالا صرفا وقتی میگیم در سیستم سری مثلا اگر یک سیستم کلی داشته باشیم که تشکیل شده باشه از دو تا زیر سیستمی که به صورت سری تعبیه شدن، چرا قابلیت اطمینان سیستم کلی میشه R1 ضرب در R2 و از اون ور اگر موازی باشن چرا میشه یک منهای مثلا یک منهای R1 در یک منهای R2. خب این فهمیدن این نکته میتونه کمک بکنه به ما وقتی که یه خورده شکل‌های پیچیده‌تر یا طراحی‌های پیچیده‌تری به ما میدن بتونیم حالا از پسش بر بیاییم و قابلیت اطمینان رو به راحتی محاسبه بکنیم. البته این سوالایی که الان اینجا میبینید که خیلی یعنی به راحتی میتونید با همون جاگذاری تو اون فرمول‌ها حلشون بکنید دیگه. مثلا برای سیستم A نگاه بکنید این شکل رو. یه سیستم کلی داریم که خودش متشکل از انگار از دو تا زیر سیستمی که خودشون باز داخل خودشون هم یه سری توالی هایی دارن که حالا هر کدوم باید جدا جدا محاسبه بشه. اگه من بخوام قابلیت اطمینان مثلا سیستم در واقع سیستم A رو حساب بکنم، یک بار باید قابلیت اطمینان اینجا رو حساب بکنم. الان دو تا زیر سیستم داریم که اینها موازی هستند. خب ما میدونیم که اینها قابلیت اطمینانشون در واقع چی میشه؟ بذارید اصلا کلی بمیزم بگم RA در واقع قابلیت اطمینان این سیستم به صورت کلی میشه یک بار من اینجا دو تا زیر سیستم دارم که به صورت موازی با هم قرار گرفتن، پس میشه یک منهای 9/10. چون دو تا هم هر دوشون هم 9/10 اینجا به نام 2 میذارم با اجازهتون. و این خودش با یک سیستم کلی دیگه‌ای به صورت سری قرار گرفته دیگه که اون میتونه ضرب بشه در، حالا تو این زیر سیستم این سمت ما یه دونه 8/10 داریم که با در واقع خودش اومده با دو تا زیر سیستمی که خودشون با هم موازیان سری شده. پس اول میام این رو به صورت جداگانه می‌نویسم. قابلیت اطمینان این چی میشه؟ میشه 8/10. بذارید اول یه پرانتز هم براش بذارم که تفکیک بشه با این زیری. میشه 8/10 در البته فکر میکنم بذارید اینجا رو جدا کنیم بهتر باشه چون خیلی شلوغ میشه. بذارید این رو اول جداگانه این در واقع سیستم این سمت راست رو قابلیت اطمینانش رو به دست بیاریم، بعد بیایم اونجا تو اون فرمول در واقع شکل کلی اینجا قرار بدیم. خب اول پس من میام سراغ حساب کردن قابلیت اطمینان این سیستم بلند سمت راستی. یه دونه همونطور که گفتیم یه قسمتی اینجا داره، یعنی اگه من قابلیت اطمینان اینجا رو بخوام حساب بکنم، فرض کنید اسمش رو مثلا بذارم، حالا اینکه اشتباه نشه آلفا بذاریم. برای سیستم آلفا چی داریم؟ یه دونه 8/10 داریم
که این داره ضرب میشه در چی؟ 1 منهای 75 به نمای 2. پس این شده الان آر آلفا. از اون طرف یه دونه 8 هم داریم که کلا با این آرا در واقع آلفا موازیه. پس میشه این قابلیت اطمینان کلا این سیستم سمت راست در واقع انگار این شکلی میشه 1 منهای 8 در 1 منهای حالا کل این قابلیت اطمینان رو می‌نویسیم دیگه، که همون آر آلفا هم می‌نویسم برای اینکه خیلی شلوغ نشه. پس این شد قابلیت اطمینان این سیستم سمت راست. قابلیت اطمینان سیستم سمت چپ هم که داشتیم. پس این رو در واقع من باید اینجا قرار بدم دیگه، بگم 1 منهای این 1 منهای 1 منهای 9 به نمای 2 در 1 منهای دوباره 1 منهای 8 در 1 منهای آر آلفا، که حالا که با جایگذاری میشه محاسبهش کردید. اینجا هم به همین ترتیب میشه قابلیت اطمینان رو به دست آورد. یه بار دیگه میایم این 3 تا 8 ها رو موازی قرار میدیم، میگیم که 1 منهای 8 به نمای 3. برای این سیستم سمت راست هم یه بار یه 8 داریم برای این قسمت بالاییش که این داره ضرب میشه در 1 منهای 7 به نمای 2. یه قسمت پایینی هم داریم که میشه 9 به نمای 2. حالا این دوتا با هم موازی هستند، یعنی قابلیت اطمینان این سیستم سمت راست در واقع میشه 1 منهای اینو اگه اسمشو بذاریم مثلا گاما، اینم بذاریم بیتا، میشه 1 منهای گاما در 1 منهای بیتا. خب این پس میشه قابلیت اطمینان این سیستم که این دوتا هم همونطور که گفتیم سمت چپی و سمت راستی با هم سری محسوب میشن. پس این قابلیت اطمینان کلی این سیستم باید این عبارت رو ضرب داره این عبارت بکنیم دیگه، در 1 منهای گاما در 1 منهای بیتا. حالا من برای اینکه ویدیو وقتش طولانی نشه دیگه اعدادش رو محاسبه نکردم و نمی‌کنم در واقع. اما این مثال رو نگاه بکنیم. این مثال به نظر میرسه که با اون شکل متداولی که تا اینجا باهاش مواجه بودیم یه خورده فرق میکنه. توی همچین شکل هایی کاری که ما ابتدای باید انجام بدیم، بیایم مسیرهایی که از ورودی به خروجی رو داره، مسیرهای مختلفی که از ورودی تا خروجی وجود داره رو شناسایی بکنیم و تو هر مسیر قابلیت اطمینان رو بیابیم. منظورم چی هست؟ مثلا ببینید الان من اینجا یه ورودی دارم، بعدش یه زیر سیستم C1 دارم و یک زیر سیستم C3. این C1 خودش دوباره وارد C4 میشه، یکی از خروجیاش. از اون طرف C3 هم وارد C4 میشه، ولی از اون طرف C1 دوباره خروجیش وارد C2 هم میشه. اینجا من نمیتونم دقیقاً بگم که الان مثلا C1 و C2 با C3 و C4 حتما موازی هستند، چون اینجا الان یه خروجی هم C4 داره مثلا از C1 میگیره. همونطور که گفتم ما باید مسیرهایی که ورودی ها رو به خروجی ها میبره تفکیک کنیم. من اینجا در این شکل الان 2 تا مسیر میبینم. یه مسیر چیه؟ یه مسیر اینه که شما یک C1 داری، یه زیر سیستمی داری به نام C1، یه زیر سیستمی داری به نام C3 که هر دوشون با هم موازی هن و دارن خروجی هاشون رو میدن به C4. یعنی پس یک مسیر من میشه اینجا.
این یه مسیر. یه مسیر دیگه هم داریم که C1 داره و خروجیش رو در واقع ورودی ها وارد C1 میشه و از اونجا داره وارد C2 میشه و در نهایت خروجی نهایی داده میشه. یعنی یه همچین مسیری. خب پس من بر اساس این میام قابلیت اطمینان ها رو به دست میارم. پس مسیرها رو یه بار می‌نویسم. اول مسیر سبز رو می‌نویسم. مسیر سبز چی میشه؟ در واقع ما یک C1 داریم که این داره وارد C2 میشه و در نهایت خروج. خب پس من اگه بخوام قابلیت اطمینان این سیستم رو به دست بیارم، این سیستم الان این شکلیه دیگه. اگه C1 و C2 رو به صورت یه سیستم دیگه نگاه بکنم، قابلیت اطمینانش میشه احتمال اینکه C1 اتفاق بیفته در احتمال اینکه C2 اتفاق بیفته دیگه. چون این دوتا الان با هم، این مسیر سبز رو دقت بهش بکنم میبینم این دوتا با هم سری هستن. پس زمانی این سیستم کار خواهد کرد که هر دوی اینها کار بکنن. پس در واقع قابلیت اطمینان این قسمت سبز، حالا بذارید من مثلا بنویسم آره جی یا گرین میشه پی C1 در پی C2. حالا اگه قابلیت اطمینان C1 هم R1 باشه، قابلیت اطمینان C2 هم R2 باشه، پس قابلیت اطمینان این قسمت میشه این عبارت. از اون طرف باز چی داریم؟ یه مسیر دیگه داریم، مسیر قرمز، که تو مسیر قرمز چه اتفاقی داره میفته؟ ما یه C1 داریم، یه C2 هم داریم، یه C3 هم داریم که هر دوی اینها دارن وارد C4 میشن. یعنی در واقع این سیستم اگر بخواد کار بکنه، این سیستم متشکل از C1 C3 و C4، یا C1 باید کار بکنه یا C3 باید کار بکنه و از اون ور C4 هم حتما باید کار بکنه. یعنی C1 و C3 همونطور که در شکل هم مشخصه با هم موازی هستند و C4 با اینها سریه. پس قابلیت اطمینان این مسیر قرمز، اگه اسمشو R بذارم، رد، میشه مساوی هستش با پی C1 اجتماع C3، یعنی اینکه یا C1 کار بکند یا C3 کار بکند، در پی C4. خب این رو که قبلا حالا محاسبه کردیم دیگه، میدونیم که این همون فرمول احتمال در واقع قابلیت اطمینان سیستم موازی هستش که میشه 1 منهای R1 در 1 منهای R3 کلش در R4. پس قابلیت اطمینان این مسیر قرمز هم شده این. حالا چه اتفاقی افتاده؟ ما یه مسیر سبز داریم که خودش باید اتفاق بیفته، یعنی باید کار بکنه که خروجی شکل بگیره. یه مسیر قرمزی هم داریم که باید کار بکنه تا خروجی شکل بگیره، که ما احتمال کار کردن یا همون به عبارت قابلیت اطمینان هر دوی اینها رو به دست آوردیم و این دوتا مسیره در واقع با هم موازی هستند. پس قابلیت اطمینان سیستم کلی اگر من با R نشونش بدم، یعنی فقط کافیه بیام بگم که چی؟ 1 منهای R در 1 منهای R G، که در واقع این همون چیه؟ پی اجتماع در واقع G و R دیگه، یعنی سبز و اجتماع این که یا سبز اتفاق بیفتد یا قرمز اتفاق بیفتد.
پس قابلیت اطمینان در مورد این سیستم کلی در واقع میشه این عبارت که هر کدوم از اینها RR و RG هم به این صورتی که اینجا نشون دادیم محاسبه میشن. یه مثال دیگه ببینیم. خب این مثالم شبیه به همون در واقع مثال قبلیه، حالا با این تفاوت که یه خورده شاید اجزای بیشتری دارن زیر سیستم ها. اینجا هم من فقط اشاره میکنم که مسیرها رو چجوری حساب میکنیم دیگه. حالا قابلیت اطمینان رو که شما خودتون زحمت بکشید و محاسبه بکنید. اینجا هم الان همونطور که میبینید ما میتونیم یه سری مسیرهای شناسایی بکنیم که ورودی ها رو تبدیل به خروجی ها میکنن. من یک مسیر رو میتونم این در نظر بگیرم، بگم که ما یک زیر سیستمی داریم که توش در واقع چیا قرار دارن؟ C1 C2 C3 قرار دارن که خروجی هاشون داره انگار وارد C4 میشه. پس این یک مسیر برای من میتونه باشه که خب تو این هم مشخصه دیگه C1 و C2 با هم موازی هن. بعد کل اینها با C3 موازیه، یا به عبارت در واقع این سه تا با هم موازی هن دیگه. این سه تا با هم موازی هن که وارد C4 میشن که با اینها سریه. و مسیر دوم ما چیه؟ یه سری ورودی داریم که وارد C3 میشه و بعد از C3 وارد C5 میشه و C6 میشه. پس من دو تا مسیر دارم، مسیر قرمز و مسیر سبز. حالا مسیر قرمز چی داره میگه؟ پس سبز رو بنویسم اول. مسیر سبز داره میگه که C3 باید اتفاق بیفتد، C5 باید اتفاق بیفتد و C6 باید اتفاق بیفتد. یعنی هم C3 باید اتفاق بیفتد، هم 5 هم 6. یعنی R3 ضرب داره R5 ضرب داره R6. اما مسیر قرمز چی داره میگه؟ مسیر قرمز داره میگه من یک مسیری دارم که C1 یا C2 یا C3 باید اتفاق بیفتد و بعدش حتما چی باید اتفاق بیفته؟ C4. یعنی من در واقع باید بیام بگم یک منهای R1 در یک منهای R2 در یک منهای R3 کلش در R4 که میشه قابلیت اطمینان مسیر قرمز. حالا هر چی که محاسبه شد از اینجا R قرمز و اینم که RG، قابلیت اطمینان کل سیستم در واقع میشه احتمال اینکه یا مسیر سبز اتفاق بیفته یا گرین اتفاق بیفته یا مسیر قرمز اتفاق بیفته، که خب قابلیت اطمینان اینا هر کدوم از اینها رو که به دست آوردم به راحتی میتونم با این فرمول دوباره بیام بگم یک منهای RG در یک منهای R. به همین ترتیب با درک در واقع فرمول احتمال من میتونم اینها رو به راحتی حساب بکنم. امیدوارم که این ویدیو به درتون بخوره. موفق و مؤید باشید.